شما هم در انتخابات پارلمانی شرکت داشتید ولی هیچ جای به دست نیاوردید. درست است، لیکن اشتراک کردن من حتمی است. اشتراک من حتمی است برای آنکه من در انتخابات پارلمانی یا در انتخابات پرزیدنتی اشتراک کردم. از اون بابت است که حزب همچون حزب اشتراک میکند، ولی وقتی که همه هیچ اشتراک نکرد آیسته آیسته میمرد، از بین میرود. وقتی که ما با این بازی وارد میشیم، با بازی سیاسی وارد میشیم، مقصد از اون است که به دست در آوردن حاکمیت سیاسی است. استراتژی ما هم از این بابت است. وقتی که من از این چیز یگان بهرهمندی نمیشم، من مجبور هستم که انجمن را دعوت کنم و به مردم بفهمانم که مثلا من دیگر از عهده این چیز برآمدن نمیتوانم. آیا ما میتونیم گفته که فعلا شما از همین نبودن چنین شرایط یعنی یک نوع اعتراض دارید؟ یعنی من گفتن از این عبارت است که مثلا خصوصی گردانی که در جمهوری تاجیکستان کردن به طلبات های امروزی خصوصی گردانی جوابگو نیست. و مثلا یک همین فابریکی نساجی که مثلا در اونجا 11-13 هزار آدم کار میکردن و او را پدر و بابایان ما ساخته بودن و او میراث یک کس شده است. من به مقابل این هستم که مثلا میراث یک کس شد. او ممکن که یگان اولادش یگان با این یگان ربطی نداشته باشد. یعنی معناش از اون بابت است که همین بایگره های جمهوری تاجیکستان برابر تقسیم کرده شد. همین گونه سخن‌ها یا تحلیل‌های پراکنده جای صدا می‌دهند که به شما حکومت برای جمع‌آوری امضا کمک می‌کند و نامزدی شما هم گویا که از طرف حکومت می‌شود. اگر نامزدی ما از طرف حکومت میشد، ما انجمن نمی‌گذاشتیم، حکومت میگفت که راه نامزدیش کن. من اقدیت حکومت میبرم دیگه، با حکومت من آواز جمع می‌کردم. این گپی کوچه است برادر. من وقتی که به میدان میبرم، من تمام مقصدم از اون که من غلبه کنم. من مقصدم از اون نیست که من اون دفعه من گفتن که من آوازم گرفتم، من 3% آواز گرفتم، دعوا کردن که من آوازم در امام رحمان دادم. چه من آوازم در امام رحمان دادم که وقتی که در تمام روزنامه‌ها و یا چاپ شد که عبدالحلیم همقدر آواز گرفت. برتری خود رو برای یعنی به دست آوردن کرسی میگوید که حکومت در برنامه بهترینم، در نطقم، در گفتارم، در رفتارم و مقصدهای نجیبم دارد و برنامه ما کلا از برنامه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرق دارد. برتری خود رو از امام علی رحمان در چی می‌بینید؟ گوش کنید که بزرگی اگر من با چنین مردای بزرگ که رقیب شدم، منم بزرگ هستم. بزرگی من در همین میدانم. همین رقیبانی که بغیر من این اونای ما حال نو دیدم، رقیب نو بغیر اون رقیبانی که پیشتر من دیدم، همین آنها فرزندان ارزنده هستند، همین آنها قابلیت دارند که در انتخابات غالب برند. اما بعضی شکایت ها هستند از طرف نامزدی نیروهای اصلاحات خو برای جمع آوری امضا. شرایط برای همه نامزدها یک رنگ است یا دیگرگون؟ برای همه یک رنگ است. برای اون که آنها خود اعضاشون، اعضای تشبثکارشون از نامزد جمع کردن دست کشیدن. از چی دست کشیدن؟ چی امضا جمع کردن دست کشیدن. اما گروه‌هایشان که طبق اطلاع آنها پیوسته فعالیت دارند. و خیلی فعالیت دارد جمع کند آخه. فعالیت چی نباشه؟ من مثلا میرم در رئیس ناحیه نیم ساعت یک ساعت می ایستم و میرفت است می ایستاد است داد میگفت است من دو گروه تشبثکارش من نامزد رفته می ایستاد من داد نمیگم. آقای وظیفه‌اش است قبول میکنند. همین هم گپ شد که مثلا نیم ساعت دیر قبول کنند، اما یک گروه تشبثکار آمده همه جا دعوا کند که من قبول نکرد. مردم مثلا از حزب نهضت اسلام جانبداری نکردن این دفعه. این دفعه جانبداری نکردن. شما خودتون میبخشید، خودتون دیدید استادید که مردم جانبداری نکردن. برای چی جانبداری نکردن؟ اون لحظه هایی که مثلا در فیلم، لحظه هایی که در آینه نیلگون نشان دادن، من زیدی آن هستم که این لحظه های در آینه نیلگون نشان دادن. مثلا همه فیلم هایی که مثلا دایده ملاهای و گازیت های روزنامه هایی که چاپ شد